بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان بسیار گرامی قدر، برنامه پاکسازی قلب است. در نوارهای گذشته ما درباره قلب زنده، نشانه های قلب زنده، همچنین درباره قلب مرده و نشانه های آن و 10 عملی که قلب انسان را تاریک می سازد یا قلب انسان را می میراند صحبت کرده بودیم و امروز انشاءالله درباره دل بیمار صحبت می نماییم. ما گفته بودیم که دل زنده می شود، دل مرده می شود و دل بیمار می شود و از همه خطرناکترین این دل بیمار است. دل بیمار، دلی که در آن هم بیماری های قلبی وجود دارد و همچنین کمی از نور هدایت وجود دارد و خطرناکی این دل بر آن است که شیطان به دل مرده کاردار نیست و به آن هجوم نمی کند و وسوسه نمی کند آن را. همچنین به دل زنده نزدیکی کرده نمی تواند. اگر به دل زنده نزدیک شود می سوزد. هدف شیطان این دل بیمار است. خب دل بیمار با 2 بیماری گرفتار می شود. یکمین بیماری این بیماری شهوت و دومین بیماری این بیماری شبهه. خب اولین شهوتی که دل بیمار به آن گرفتار می شود این شهوت محبتی جمع کردن مال است. وقتی انسان به محبت جمع کردن مال گرفتار می شود، این دلالت می کند بر اینکه قلب او بیمار است. چنانکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود ما و شما را هشدار نموده فرموده اند: فوالله ما اخشى علیکم الفقر ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم یاد نموده می فرمایند، حالا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم نیاز به قسم خوردن ندارند، میگویند قسم به نام الله که من برای شما از کمبغلی، از فقر نمی ترسم. از چی می ترسید یا رسول الله؟ از آن می ترسم که برای شما درهای دنیا گشاده شود، چنانکه که به پیشینیان درهای دنیا گشاده شده بود، پس مسابقت کردند و آنها منافسه کردند و آنها را هلاک گردانید. از آن می ترسم که شما را نیز همچنین دنیا و محبت جمع کردن مال دنیا هلاک نسازد. و انسان اگر دانستن خواهد که شهوت جمع کردن مال دنیا در دلش جایگیر شده است یا نه، یک علامت کفایه است. نفری اگر چیزی را دوست دارد ذکر آن را بسیار میکند. اگر در دل ما و شما محبت دنیا جایگیر شده باشد، ما و شما تمام سخنهای ما و شما درباره دنیا میشد، نشستهای ما و شما درباره دنیا میشد، هر مجلسی که میشینیم درباره دنیا، سخنهای ما و شما درباره دنیا میشد. این نشانه مهمترین جایگیر شوی محبت جمع مال دنیا در دل انسان است. خب این سخنها معنای آن را ندارد که انسان صاحب مال و ملک حلال گردد، یا معنای آن را ندارد که بنده مؤمن انسان یک درویش فقیر کم بضاعت باشد. نه، هرگز. چنانکه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود فرموده اند: نعم المال الصالح للرجل الصالح. چه خوب است مال صالح، مال حلال در دست مرد صالح. وقتی مرد صالح با نیت به حاجت کردن اهل عائله‌اش، از نیازمندی، از محتاجی برآوردن اهل عائله‌اش، با نیت در راه الله خرج کردن مال حلال کوشش میکند تا اینکه مال حلال را به دست بیارد و ثروت را صاحب ثروت شود، این خوب است انشاءالله. اما خود مال را ما و شما هدف قرار ندهیم و محبت مال دنیا را در دل خود جایگیر نکنیم. و چنانه که احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وقتی پرسیدند حضرت را، گفتند پرهیزکاری چگونه است؟ حضرت گفتند وقتی مالت زیاد شود خرسند نمی شوی و
وقتی مالت کم شود غمگین نمیشوی. و باز یکی از بیماری های دیگری که دل بیمار به آن گرفتار می شود این دوست داشتن شهرت و در بین مردم شهرتمند شدن و مشهور شدن. وقتی انسان میخواهد در بین مردم شهرتمند شود، آبروی و عزتی بلند پیدا کند و خواهد که همه او را عزت کنند، احترام کنند، این الکی یک بیماری است که در دل ما و شما نعوذ بالله جایگیر می شود. و چنانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود فرمودند اتقوا هذه المذابح یعنی المحارب، شما از این ذبح کننده ها بترسید، یعنی محراب ها. وقتی انسان در منبر می شود، وقتی انسان در طلب شهرت می شود، حتما او را ذبح میکند. ذبح میکند یعنی به قتل میرساند، یعنی دل او را به قتل میرساند. و چنانه که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه از ایشان روایت شده است، نفر به نزدشان میبیاید و میگوید یا خیر الناس و ابن خیر الناس، یعنی میگوید ای بهترین انسان ها و ای آن نفری که پدری تو بهترین بود، یعنی فرزند بهترین. گفته وقتی ندا میکند میگوید من بهترین انسان نیستم و من فرزند بهترین انسان نیستم، مرا تعریف نکنید. میگوید زیرا اینکه تربیه رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرفته بودند. و چنانه که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه خود از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اذا رأیتم المداحین فحثوا علی وجوههم التراب، اگر شما مداح را بینید، نفرهایی که بسیار تعریف میکنند آنها را بینید، بر روی آنها خاک پاشید گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم. نعوذ بالله. این به یک نوع به کبر و غرور هم داخل می شود که انسان وقتی شهرتمندی را دوست می دارد و در دلش محبتی مشهور شدن، شهرت پیدا کردن جایگیر می شود و دوست می دارد که همه او را عزت و احترام کنند، سخنش را گوش کنند و اگر مبادا نفر نقد کند او را یا گوید که شما در اینجا خطا کردید، در حال غضب می کند و دوست می دارد که همه سخن او را گیرند. کبرم پیدا می شود در دلش، یک بیماری، درون بیماری و همین بیماری های بعد گرفتار می شود. الله پناه دهد. باز یکی از بیماری دیگر، یعنی ما گفتیم یکی شهوتی محبتی جمع کردن مال، دیگر باز یک شهوت دیگر این دوست داشتن شهرتمندی و سیومش به همین دویومش مانند است این شهوتی دوست داشتن ریاست، یعنی میخواد که همیشه سردار باشد، میخواد که همیشه امیر باشد، کرسی را با گفتی گپ ها سخت دوست میدارد و همیشه میخواهد که در صف اول باشد. مقصد از صف اول بودن یعنی همیشه میخواهد که رئیس باشد، همیشه میخواهد که مدیر باشد و همیشه میخواهد که امر کند، امر و فرمان کند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را هشدار نموده فرمودند انکم ستحرصون علی الامارة و ستکون ندامة یوم القیامة فنعم المرضعة و بئست الفاطمه. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما به حرص امارت گرفتار میشوید، یعنی انسان به دوست داشتن ریاست و امارت و سردار بودن و مدیر بودن گرفتار میشود و همین رئیسی را دوست داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ستکون ندامة یوم القیامه، روز قیامت به پشیمانی مبدل میگردد، انسان سخت پشیمان میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم این امر را یعنی دوست داشتن امارت را در حدیث دیگری خود میفرمایند اولها ملامة و ثانیها ندامة و ثالثها عذاب یوم القیامه الا من عدل. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند امارت، دوست داشتن امارت و ریاست اولش ملامت است، دویومش
ندامت است، پشیمانی است. و سیومش روز قیامت گرفتار شدن به عذاب پروردگار است، مگر شخصی که وقتی امارت را به دست میگیرد عدل میکند. وقتی انسان عدل میکند حتما او به این چیزها گرفتار نمیشود و از این بیرون است. و البته مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم از این حدیث ها آن نفری که ریاست را بسیار دوست می‌دارد و در آن ظلم میکند. وقتی انسان اگر سزاوار ریاست یا امارت باشد و حق آن را ادا کند چنانه که شایسته است آن را ادا کند و ظلم و ستم نکند، برعکس عدالت پروری کند، البته این چیز خوب است. اما نفری که آن را دوست دارد و با وجود آنه که حق آن را ادا کرده نمیتواند و ظلم و ستم میکند و آن را دوست میدارد، آن نفر هم در این دنیا پشیمان میشود و هم در آخرت به عذاب پروردگار گرفتار میشود. و ببینید نفری که امارت و ریاست را دوست میدارد و در آن ظلم میکند، چنین نفر هرگز کرسی خودش را از بحر آن کرسی برآمده نمیتواند. برای چی؟ برای آن که او میترسد وقتی اگر از بحر کرسیش برآید حتما مردم او را محاکمه میکنند. برای همین او از جزای کردارها و عملهای کردهش بسیار میترسد. هم در این دنیا میترسد و هم در آخرت برای او عذاب پروردگار منتظر است. الله حق سبحانه و تعالی از این بیماری‌های قلب ما و شما را نگه دارد. ببینید فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه چه خوب فرموده اند. حضرت میگویند من احب الریاست الا و حسد و بغا. کسی که ریاست را دوست می‌دارد حتما به حسد و ظلم و ستم گرفتار می‌شود. و کره ان یذکر عنده احد بخیر. و بعد می‌بیند وقتی یگان نفر را در نزدش تعریف میکنند. اگر نفری را در نزد چنین نفرها با نیکی ذکر کنی بسیار بد میبیند. این خیلی نفرها میخواهد که همه او را ستایش کنند و یگان نفر را در نزد او تعریف کرده نمیشود. اگر تعریف کرده شود غضب آلود میشود. و باز یکی از بیماری های دیگری که قلب بیمار به آن گرفتار میشود این شهوت زنها است. الله پناه دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود می‌فرمایند ما ترکت بعد فتنة اشد علی الرجال من النساء. من بعد خود ترک نکردم، یعنی نمیبینم فتنه شدیدترین و سختترین بر مردها از زنها. از زنها دیده من فتنه وزنینترین را نمیبینم میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم. و چنانه که در حدیث دیگری مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند نگاه یکی از سهم‌ها و تیرهای شیطان است. وقتی مرد چشمش را از زنها نگاه نمی‌دارد، تیرهای شیطان به دل او آمده میرسد و دل او با این بیماری وقتی گرفتار میشود دیگر یگان چی در نزد چشم او دیده نمیشود. وقتی انسان به بیماری عشق زنها، عشق حرام گرفتار میشود، این بدترین مصیبت برایش حسابیده میشود. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روز عرفه بود، مردی را میبینند که با بیماری عشق گرفتار شده است و میگویند که یک روز عرفه که روز اجابت دعا است، یکی از بهترین روزها است، میگویند که عبدالله ابن عباس یک روز عرفه از سحر تا بگاه اللهم انی اعوذ بک من العشق گویان پروردگارا من به تو از عشق حرام پناه میبرم، گویان از پروردگارشان دعا کردند. در این موضوع زنها و دخترها نیز سهم خود را دارند. وقتی زن نعوذ بالله خود را زیب و زینت میدهد و با هر خیل کسمتیکا ها و کیمچی ها خود را زیب و زینت میدهد و عطرهای خوشبو به خودش میپاشد و به کوچه ها میبراید یا حجاب خود را ترک میکند و لباس های شرعی نمیپوشد،
با نیم برهنه به کوچه میبراید، به کوچه ها میبراید، حتما این سبب فتنه مردها میشود. و چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود فرمودند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کدام زنی که وقتی خود را خوشبو میکند به خود عطر میپاشد و به کوچه میبراید، وقتی به مشام مردها بوی خوش عطر او میرسد، میگویند برای او بوی جنت حرام است. برای چنین زنها و دخترها بوی جنت حرام است، به مشام آنها بوی جنت نمیرسد، فرسخها آنها از جنت دور میشن. برای همین ای خواهرهایی که خود را آراسته و زیبا میکنید و به کوچه ها میبرید، ای آن نفرهایی که آن زنهای آن دخترهایی که خود را آرا و تارا داده به شبکه های اجتماعی نوارهای خود را میگذارید، از الله بترسید. و آن پدران و آن برادرانی که دختران آنها یا خواهران آنها به چنین حالت گرفتار می شود، والله آنها نمیدونم یک مردانگی آنها کجا شد و غیرت و رشک آنها، نمیدونم ترس آنها از الله، اقلا یک ترس از الله نمانده است که وقتی دخترش یا خواهرش نیم برهنه شده، زیب و زینت داده، خود را آرا و تارا داده و کوچه ها میبرد. یا بعضی نفرها رو میبینی که نعوذ بالله با خواهرهاشون عکس گرفته در شبکه های اجتماعی میگذارند. این خیلی ننگاور است و سبب فتنه بسیاری جوانها امروز همین شبکه های اجتماعی و گذاشتن عکس های دخترهای نیم برهنه و دخترهایی که به خود مکیاژ میگذارند و خود را آرا و تارا داده در شبکه های اجتماعی شب و روز با فتنه جوانها مشغول هستند. الله پناه دهد. و این 4 شهوت بود که شهوت های اساسی که دل بیمار به آن گرفتار می شود. صحبت کمی شاید طولانی شده باشد، اما اینها مهم بودند و انشاءالله در صحبت های آینده، در نوارهای آینده درباره چگونه ما و شما دل خود را از این شهوت ها تازه میکنیم و چگونه خود را نگاه میداریم و قلب خود را مصفا میگردانیم صحبت خواهیم کرد. الله سبحانه و تعالی ما و شما را به راه صراط المستقیم، راه راست هدایت کند و استوار گرداند و قلب های ما و شما را همیشه پر از ایمان و پر از تقوا و خدا ترسی الله سبحانه و تعالی پرنور گرداند.